کالادین پسر یک جراح بود که رؤیای سرباز شدن در سر داشت. وقتی برادر کوچکش تین به زور به ارتش اعزام شد، کالادین هم سلاح به دست گرفت تا از او محافظت کند، اما نتوانست. پس از سالها جنگ و از دست دادن تمام دوستانش، فرماندهش به خاطر تصاحب یک شمشیر شارد بلید به او خیانت کرد و کالادین به عنوان برده فروخته شد. در تاریک‌ترین نقطه زندگیش او را به عنوان یک برده به دشت‌های خرد شده فرستادند، جایی که تنها وظیفه‌اش یک چیز بود: کشته شدن برای زنده ماندن اشرافزادگان روشنچشم. اما کالادین در لبه پرتگاه یک انتخاب کرد. به جای تسلیم شدن در برابر مرگ، تصمیم گرفت از افرادش محافظت کند. این تصمیم اولین قدم او برای تبدیل شدن به یک شوالیه درخشان بود. یک باد سوار. کسی که سیلفرنا برای همیشه با او پیمان بست. این داستان صعود از یک برده بی‌نام و نشان تا فرمانده محافظان و یکی از بزرگترین قهرمانان روشار است.